خدمت شما بینندگان عزیز شبکه خبر، به ویژه علاقه‌مندان به برنامه‌های سیاسی. همونطوری که مستحضر هستید، جنگ در جمهوری مسلمان نشین چچنستان ادامه داره و مسلمانان مظلوم چچن همچنین با شرایط سخت زمستان روبرو هستند. برای بررسی وضعیت آوارگان چچن و همچنین تاریخ جنگ در این کشور به گفتگو نشسته‌ایم با آقای الیاس موسایف، یکی از نمایندگان مجلس مردمی چچن. Изначально я вам благодарю, что принял телевидение Исламской Республики Иран. با تشکر از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. در ابتدا از شما خواهش می‌کنم که درباره تاریخ ملت چچن برای بینندگان ما کمی توضیح بدید. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. سعی می‌کنم در مورد تاریخ مشقتبار ملت مسلمان خود، یعنی مردم چچن که در حدود 400 سال است با دشمنان اسلام و دشمنان تمام مذاهب که می‌خواهند مسلمانان ایچکریا را به زانو درآورند صحبت کنم. پدران ما، بزرگان ما و گذشتگان ما به ما یاد دادند چگونه بر علیه ظلم و ستم و برای استقرار آزادی و استقلال و برقراری قانون الهی در سرزمین ایچکریا مبارزه کنیم. ما می‌دانیم که شوروی در سال 1917 توسط کمونیست‌ها، بولشویک‌ها، لنین و استالین و دیگر کمونیست‌ها پایه‌گذاری شد. چه چیزی از کمونیست‌ها حاصل چچنی‌ها شد؟ مردم چچن از زمان ایجاد اتحاد جماهیر شوروی رنج و عذاب فراوانی را متحمل شدند. خیلی از مردم ما در زمان حکومت شوروی از بین رفتند، یعنی مردان، پیرمردان، کودکان و زنان ما. در سال 1921 دشمن بزرگ چچنستان یعنی کمونیست‌ها، بولشویک‌ها و رؤسای وقت ما که همه میلیونر بودند، جمهوری کنفدراتیو شمال قفقاز را تأسیس کردند. این جمهوری که شامل چچنی‌ها، اینگوش‌ها، داغستانی‌ها، لزگی‌ها، چرکزها، کبردین‌ها و استونی‌ها بودند، دست در دست هم دادند تا از فرهنگ و دین خود محافظت نمایند. لنین مردم ما را فریب داد. او گفت برای مردم چچن و قفقاز حریت، استقلال و آزادی دین را آورده است. همینطور رهبران ما را نیز فریب داد و مردم شمال قفقاز را که توسط سه کشور بزرگ چون انگلستان، فرانسه و آلمان به رسمیت شناخته شده بود، نابود کرد. بعد از اینکه ما به عضویت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و اتحاد فدراتیو روسیه پذیرفته شدیم، شوروی سیاست نابودی ملت چچن را پیش گرفت. آنها از چه چیزی شروع کردند؟ آنان خوب می‌دانستند که اسلام توسط عالمان دین زنده و استوار است. کمونیست‌ها خدا ندارند. هیچ وقت هم خدا را قبول نداشتند. آنها تلاش می‌کردند باورها و اعتقادات ما را از بین ببرند. لنین گفته بود مساجد و مراسم دینی و مذهبی آزاد است، اما کمونیست‌ها شروع کردند به قتل و کشتار عالمان دینی که خواهان برقراری حکم الهی در ایچکریا بودند. صدها هزار نفر از علمای ما را به سیبری، قزاقستان و آسیای میانه تبعید کردند. آنها را در آنجا بی‌نام و نشان از بین بردند. کمونیست‌ها فرهنگ دین و ناموس ملت چچن را لگدکوب کردند. خداوند دین را به ما ارزانی داشت و ملت چچن با دین اسلام انس گرفتند. ما به خدا اعتقاد داریم و سعی می‌کنیم به قوانین اسلام عمل کنیم. با وجود اینکه عالمان دینی زیادی را از دست داده ایم، اما دینمان را حفظ کرده ایم. لطفاً در خصوص تاریخچه این جنگ هم برای بینندگان ما توضیحاتی رو ارائه بفرمایید. در 23 فوریه سال 1944 در روزهای سردی که پیرمردان هم تا به حال چنین سرمایی را در عمرشان ندیده بودند، مردم ما را در قطارهایی که با آن حیوانات را حمل می‌کردند سوار کرده به سیبری، قزاقستان و آسیای میانه انتقال دادند و در آنجا آنها را از بین بردند. در سال 1956 در نشست 20 حزب کمونیست
دبیر اول حزب نیکیتا خروشچوف در سخنرانی خود خط مشی استالین را محکوم نموده و خواستار بازگشت مردم چچن به کشور خودشان شد و بدین ترتیب ما به وطن تاریخی خود برگشتیم. و اما پاسخ سوال شما در مورد جنگ با روس‌ها. در سال 1991 بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، بیشتر جمهوری‌های سابق شوروی استقلال خود را اعلام داشتند. رئیس جمهور وقت فدراسیون روسیه بوریس یلتسین در سخنرانی خود در تاتارستان چنین گفت: شما هر طوری که مایلید می توانید آزادی و استقلال خود را کسب کنید. تاتارستان آزادی و استقلال خود را به دست آورد، همینطور داغستان. اما ملت چچن که 400 سال است برای استقلال و آزادی خود مبارزه می کنند، به آن صورت که باید استقلال داشته باشند ندارند. ما حرفهای رئیس جمهور یلتسین را باور کردیم. در سپتامبر 1991 جمهوری چچنستان استقلال خود را توسط رئیس جمهور افسانه‌ای جوهر دودایف به دست آورد. از همین جا بود که بدبختی ملت ما شروع شد. اما یلتسین به قولی که به ملت ما داده بود عمل نکرد و تلاش کرد از طریق تبلیغات دروغین فریاد استقلال طلبانه ملت چچن را خفه کند. و همه اینها به خاطر بازگرداندن جمهوری چچن به روسیه بود، اما چیزی عایدش نشد. آنها مردم ما را به دو گروه تقسیم کردند و با به راه انداختن جنگ و درگیری بین آنها خواستند به اهداف خود برسند، ولی موفق نشدند. در سپتامبر 1991 مبارزه مسلحانه ای را توسط ایادی خود فروخته و خائنین به ملت ترتیب دادند که اون هم با شکست مواجه شد. در دسامبر 1994 ناگهان روسیه جنگ مسلحانه ای را علیه چچنستان تازه استقلال یافته آغاز کرد و شهرهای گروزنی، گودرمن و دیگر مناطق مسکونی را هدف بمب‌های خود قرار داد. در این بمباران‌ها تعداد زیادی از مردم روسی زبان که در چچن زندگی می‌کردند کشته شدند. تنها در شهر گروزنی 50,000 نفر به خاک و خون کشیده شدند که 30,000 تن از آنها روسی زبان بودند، از قبیل روس‌ها، اوکراینی‌ها، ارامنه و دیگر ملل روسی زبان. بعد قتل و کشتار در تمام جمهوری چچن آغاز شد. علت اصلی جنگ این بود که روسیه نمی‌خواست چچن استقلال خود را به دست آورد. فکر می‌کنید که چرا جمهوری چچن برای روسیه حائز اهمیته؟ Чеченская республика Ичкерия является фактически сердцем Кавказа. جمهوری چچن قلب قفقاز به حساب می‌آید. مورخان ارامنه می‌گویند اگر بخواهی بدانی در قفقاز چه خبر است، باید بروید روی کوه آرارات و ببینید در چچن چه خبر است. اگر در چچن امنیت حاکم باشد، پس در تمام قفقاز آرامش و امنیت وجود دارد و اگر ناآرامی باشد، پس تمام قفقاز ناآرام است. از نظر جغرافیایی جمهوری چچن با کشورهای گرجستان، داغستان، آسیای شمالی و این گوش هم مرز است. همچنین لوله نفت از خاک چچن عبور میکنه که علاوه بر اینها این کشور دارای منابع عظیمی از نفت و گاز و دیگر منابع طبیعی می باشد که سایر جمهوری ها فاقد آن هستند و همه اینها را خداوند به ملت ما ارزانی داشته است، اما دشمنان ما این را نمی خواهند. ارزیابی شما در مورد پیمان صلح 5 ساله که توسط ژنرال لبد و اسلام مسخدوف به امضا رسید چی میتونه باشه؟ لطفاً به این سند نگاه کنید. روس‌ها بعد از شکست خود در چچن آن را امضا کردند. بعد از اینکه ارتش 500,000 نفری روس در برابر مجاهدین چچن شکست خورد، ژنرال لبد سریعاً به گروزنی آمد و با فرمانده کل نیروهای چچن اسلام مسخدوف مذاکره کرد و قرار بر این شد در خاساویورد همدیگر را ملاقات کرده و با یادداشت تفاهمی به جنگ میان روسیه و چچن پایان دهند. شما توجه کنید در این سند همچنین قید شده از این به بعد اگر اختلافی بین دو ملت پیش بیاید باید بر اساس قوانین بین‌المللی حل گردد. در این سند به طور رسمی ژنرال لبد استقلال چچن را به رسمیت شناخته و به جنگ خاتمه می‌دهد.
ببینید دو طرف مذاکره آرزو دارند به درگیری چند صد ساله میان خود پایان دهند. در واقع یلتسین اعتراف می‌کند 400 سال میان روس‌ها و چچنی‌ها درگیری وجود داشته است. او در این سند ذکر می‌کند برای پایان دادن به درگیری‌ها باید به حرکت‌های نظامی خاتمه دهیم و این اختلافات و مناقشات باید از طریق گفتگو و بر اساس قوانین بین‌المللی حل و فصل شود و روابط حسنه میان دو کشور مستقل برقرار گردد. بر اساس این سند آنها اعتراف می‌کنند جمهوری چچن یک کشور مستقل است و از این به بعد طرف‌ها هیچگاه روی یکدیگر آتش نخواهند گشود. اما روس‌ها به قول‌های خود عمل نکردند و این سند در حال حاضر کاغذی بیش نیست. با وجود اینکه پیمان صلحی به مدت 5 سال بین دو طرف به امضا رسیده بود و قرار بر این بود که در مورد دادن یا ندادن استقلال به چچن تصمیم بگیرند، اما آنها منتظران نشدند و برای اصلاح اشتباهات خود به بهانه‌جویی متوسل شدند تا دوباره به چچن حمله کنند و هر کس که به دنبال بهانه باشد حتما آن را پیدا می‌کنند. آنها تصمیم گرفتند با دادن عنوان تروریست به چچنی‌ها ما را در سراسر دنیا بدنام کنند. لازم است در اینجا به نکته اشاره کنم. روس‌ها در قرن 17 ما را وحشی نامیدند و در قرن 18 به ما راهزن گفتند و در قرن 19 عنوان راهزن آدمکش را دادند، اما در قرن 20 ما را تروریست نامیدند. یعنی دشمن ما و دشمن اسلام سعی دارد به هر طریقی که شده مردم مسلمان را، به خصوص آنهایی که خواهان استقلال هستند و دوست دارند قوانین اسلامی را در کشور خود پیاده کنند، با دادن عناوین مختلف آنها را در سطح جهان بدنام نمایند و باعث نابودی آنها شوند. در سرزمین چچن از ماه فوریه سال 1999 به فرمان رئیس جمهور اسلان مساخادوف قانون شریعت جاری شد. چچنی‌ها دوست دارند قانون خدا و شریعت را اجرا کنند، اما روس‌ها و غرب هیچگاه اجازه چنین چیزی را نمی‌دهند. آنها به کمک شبکه جاسوسی خود در شهر مسکو و بوینکس اقدام به بمبگذاری و انفجار در منازل مسکونی مردم کردند. اکنون ثابت شده که روس‌ها در این انفجارها دست داشتند، زیرا یکی از افسران روس در بازپرسی خود به آن اعتراف کرده است و نوار و اسناد ویدیویی آن موجود است. این اسناد از طرف روزنامه آرژانتینی ایندیپندنت منتشر شده است. همچنین ژنرال ملنیوف که در اسارت چچنی‌ها به سر می‌برد اعتراف کرده تمام این انفجارها کار خود روس‌ها میباشد و کاخ کرملین و خود یلتسین مستقیما در آن دخالت داشتند و یلتسین برای نجات خود از قرض‌هایی که در آن فرو رفته این جنگ را به راه انداخته است. برای گمراه کردن افکار عمومی مردم روسیه و همچنین به منظور حفظ و بقای اقتدار یلتسین لازم بود که این انفجارها صورت بگیرد تا از این طریق افکار عمومی را متوجه چچنی‌ها کنند و مردم روسیه ما را همیشه دشمن خود بدانند و این تبلیغات سو همیشه از طریق رادیو و تلویزیون صورت می‌گرفت و مردم ما آن را باور داشتند. در اینجا لازم بود که شخصی رئیس جمهور شود تا امنیت یلتسین و میلیون‌ها دلاری را که خارج کرده بود تضمین نماید و چون این شخصی پیدا شد. پوتین رئیس سابق شبکه جاسوسی روسیه و پوتین شروع کننده این جنگ کثیف و اعلان نشده بود. آنها ما را به بمبگذاری متهم کردند، در صورتی که تا به حال در این مورد یک چچنی را هم دستگیر نکردند و هیچ وقت هم موفق نخواهند شد. برای اینکه اسلام جنگ علیه زنان، کودکان و پیرمردان را محکوم کرده است. اسلام запрещает воевать против детей, женщин и стариков. А как вы думаете, как будет результат войны в Чечне сейчас? پیش بینی شما از نتیجه این جنگ چی میتونه باشه؟ انشاءالله در این جنگ خداوند اسلام و مردم چچن را پیروز خواهد کرد. ما می‌دانیم جنگ چیز خوبی نیست و طرفدار جنگ نیستیم، اما برای حفظ باورهای دینی و استقلال خود مبارزه می‌کنیم. ما می‌خواهیم ملت چچن را از نابودی نجات دهیم، زیرا روس‌ها در طول 400 سال گذشته هر 50 سال یک بار به ما حمله کردند و مردم ما را کشته‌اند و تعداد جمعیت ما از 1 میلیون نفر بیشتر نمی شود
در صورتی که باید بیش از این میشد. اما روس‌ها هر دفعه مردم را به خاک و خون کشیدند. برای اینکه فرزندانمان به این سرنوشت دچار نشوند، تلاش می‌کنیم به این کشتارها پایان دهیم و از چچن یک جمهوری مستقل و آزاد بسازیم. آرزوی ما این است که آن گونه که خداوند فرموده است زندگی کنیم. انشاءالله چنین نیز خواهد شد. به طوری که مستحضر هستید، طرفین این جنگ ابراز می‌دارند که خودشون بانی جنگ نیستند. هم روس‌ها و هم چچن‌ها این ادعا رو دارن. در حالی که می‌بینیم جنگ با شدت تمام ادامه داره. به نظر شما چه چیزی باعث شده که این جنگ اولا شروع بشه و بعد تشدید بشه؟ واقعا مردم روسیه و مادران روس طرفدار جنگ نیستند، مخصوصا مادرانی که سالهای زیادی را صرف تعلیم و تربیت فرزندانشان کردند. آنها نمیخواهند پسرانشان در این جنگ بی‌معنی کشته شوند. این جنگ نه به نفع روس هاست نه به نفع ما و نهایتاً باید تمام شود. به نظر ما هرچه سریعتر این جنگ خاتمه یابد به سود هر دو طرف است، زیرا با ادامه جنگ اقتصاد روسیه فلج می شود و در حال حاضر در وضعیت نابسامانی به سر می برد و روسیه چشم به وامهای غرب دوخته است. هزاران کارمند، کارگر و کشاورز در این کشور حقوق ماهانه خود را دریافت نمی کنند و هزاران نفر بیکارند، در حالی که میلیاردها روبل هزینه جنگ با چچن می شود. روس‌ها باید این را بدانند که ما هم ملتی هستیم مثل سایر ملل و با ما روابط صحیح اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی برقرار نمایند. پذیرفتن استقلال چچن از سوی روسیه هم به نفع خود آنها و هم به نفع مردم چچن و قفقاز خواهد بود و بدین طریق موجبات آسایش و امنیت فراهم می شود. тем лучше для стабильности на Кавказе, тем лучше для стабильности во всем мире. موضع کشورهای اسلامی به ویژه سازمان کنفرانس اسلامی رو در قبال این جنگ چجوری ارزیابی می‌کنید؟ در جنگ اول کنفرانس اسلامی موضع کاملا بی‌طرفی را اختیار کرد. شاید به خاطر این بود که علت اصلی جنگ را نمی‌دانست. اما حالا کمیته کنفرانس اسلامی موضع مشخصی را اختیار کرده. این جنگ را محکوم می‌کنند و از روس‌ها می‌خواهند که با رئیس جمهور چچن اسلان ماساخادوف مذاکره نمایند. همچنین کمک‌های بشردوستانه ای را از طریق اینگوشستان به مجاهدین چچنی ارسال داشته است. باید گفت سازمان کنفرانس اسلامی امکانات فراوانی را در اختیار دارد و می‌تواند کمک‌های بیشتری را بکند و در برقراری صلح بین روس‌ها و چچنی‌ها نقش مؤثری را ایفا نماید و از این طریق می‌تواند موجبات ارتقاء حیثیت و آبروی خود و کمیته کنفرانس اسلامی به رهبری کمال خرازی را در سطح بین‌الملل فراهم نماید و جایگاه قوی‌تری را به دست آورد. و همچنین انشاءالله در نزد خداوند از پاداش عظیمی برخوردار شود. از شما سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید. از شما بینندگان عزیز هم که تا این ساعت با ما همراه بودید سپاسگزارم.